سلام، من همیرام، اینجا در میان است. توی این ویدیو میخوایم در مورد کاراکتر شیت D&D صحبت بکنیم. اگر که شما قراره به زودی به عنوان بازیکن توی یک بازی D&D شرکت بکنید، بهتره که کاراکتر شیتتون رو بشناسین و با بخش‌های مختلفش آشنا بشید. پس در این ویدیو با ما همراه باشید. این ویدیو جز اولین ویدیوها توی مجموعه ای از ویدیوهای آموزشیه. اینجا ما قراره صرفاً کاراکتر شیت رو معرفی بکنیم. برای آشنایی بیشتر با کلاس ها یا ریس های مختلف D&D منتظر ویدیوهای آینده ما باشید. اول از همه اگر بالای کاراکتر شیتتون رو نگاه بکنید، یک فضایی داره که شما میتونید اسم کاراکترتون رو اونجا بیارید و در مقابلش کلاس، لول و ریستون رو هم مشخص بکنید. It is I, Carlos the Dwarf. بعد از اون مهمترین بخش توی کاراکتر شیت شما ابیلیتی اسکور های شماست که توانایی های کاراکتر شما رو مشخص میکنه و شامل 6 ویژگی میشه. توانایی اول استرنت یا قدرته که زور بازی شما رو نشون میده، اینکه من چقدر میتونم مشت محکمی بزنم. بعد از اون دکستریتی یا چابکی رو داریم. این فرز بودن شما رو نشون میده. آیا میتونین خوب جا خالی بدین یا نه؟ سومین مورد کانستیتیوشن یا بنیه شماست. این در واقع به شما میگه که چند تا مشت بخورید بعد میمیرید. جون شما بر اساس این تعیین میشه. مورد چهارم اینتلیجنس یا هوش شماست. IQ شما رو مشخص میکنه، بوک اسمارت بودنتون، اینکه آیا میتونید خوب معما حل کنید یا نه. بعد از اون ویزدم یا خرد رو دارید. عاقل بودن شما رو نشون میده، اینکه چقدر EQ تون بالاست. مردم شناس هستید یا نه. The greatest teacher failure is. آخرین مورد کاریزماست که جذابیت شما رو نشون میده. آیا آدم زبون بازی هستید یا نه؟ Oh yeah. همه این توانایی ها با یه عددی بین 1 تا 20 مشخص میشن. حد متوسطش عدد 10. حالا هرچی از این عدد 10 شما بالاتر باشین، یعنی اینکه مهارت بیشتری دارین توی اون کار، و هرچه پایینتر بیاد نشون میده که اونقدرها هم توش خوب نیستید. حواستون باشه که موقع تاس ریختن اون عددی که بهش نیاز دارین، اون عددی که توی دایره پایین نوشته شده. معمولاً کنارش یه مثبت یا منفی داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما D20 تون رو ریختین، این عدد رو بهش اضافه میکنید یا ازش کم میکنید. بخش بعدی یه باکسیه که زیرش نوشته سیوینگ ترو. اینو ما تاس نجات بخش ترجمه کردیم. یعنی چی؟ یعنی که یه وقتایی داره یه اتفاقی توی محیط میفته که قراره به شما آسیب بزنه و شما برای اینکه بتونین خودتون رو نجات بدین باید تاس نجات بخش بریزید. مواردی که توی بخش سیوینگ ترو هست همون ابیلیتی های شما هستن، یعنی استرنت، دکستریتی، کانستیتیوشن، اینتلیجنس، ویزدم و کاریزما. باکس بعدی باکسیه که با اسکیلز یا مهارت ها مشخص شده. توی این باکس شما یه مجموعه ای از مهارت ها رو دارین که بر اساس همون توانایی های شما دارن تعریف میشن، اما تخصصی ترن. مثلا اگر شما کاریزمای بالایی دارید، آیا بهتر میتونید بقیه رو مجاب کنید یا بهتر دروغ میگید؟ اینا 2 تا مهارت مختلفن. پس اگر DM شما از شما خواستش که مثلا بهش اینتیمیدیشن چک بدین، شما تاس D20 یا همون تاس 20 وجهی رو میریزید و عدد اینتیمیدیشن رو بهش اضافه یا کم میکنید. بعد از این بریم سراغ باکس هیت پوینت که اونجا جون شما رو به شما نشون میده. یه قسمت هست که نوشته مکس HP. مکس HP در واقع بالاترین حد جون شماست. جلوی اون یه فضای خالی هست که به شما اجازه میده که هر چقدر دمیج خوردین و جونتون کم شد، عدد جدید رو اونجا بنویسید. پایین اون یه بخش داریم به نام Death Saving Throw. اینو شما وقتی لازم دارید که HP تون به 0 میرسه. جزئیاتش رو با DM تون چک بکنید. یه جای دیگه هم توی کاراکتر شیتتون همون بالامالاها کنار جونتون هست که آرمور کلاس یا AC یا زرهتون رو مشخص میکنه. اگر کسی بخواد به شما حمله بکنه باید تاس بریزه و عددی معادل یا بالاتر از اون بیاره تا ضربش به شما برخورد بکنه. کنار اون یه عدد هست با نام پیشگامی یا اینیشیتیو. شما این تاس رو وقتی که وارد کامبت یا مبارزه میشید میریزید تا ببینید که کی اول میتونه به بقیه حمله بکنه.
از بخش‌های مهم دیگه‌ای که توی صفحه اول کاراکتر شیتتون هست یه باکسیه که با عنوان Weapon Attacks and Cantrips مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر به کسی خواستین حمله بکنید از چه ابزارهایی میتونید استفاده بکنید. اینها اون ابزارهایی هستن که همیشه میتونید به هر تعدادی که خواستید ازشون استفاده کنید، مثل شمشیر، خنجر، مشت یا یه سری جادوهای آسون. توی این صفحه یه باکس دیگه هست که در واقع اکشن، بونوس اکشن و اسپسیال اکشن های شما رو مشخص میکنه. اینها رو ما ترجمه کردیم به کنش های جزئی و کنش های ویژه. در واقع به شما میگه که کاراکتر شما چه کارهای خاصی میتونه انجام بده. اطلاعات زیاد دیگه ای توی این صفحه هست، ولی آخرین موردی که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم یه باکسیه که با سنسز مشخص شده و 3 تا مورد توش نوشته شده: پسیو پرسپشن، پسیو اینسایت و پسیو اینوستیگیشن. شما میتونید همه این کارها رو به صورت اکتیو هم انجام بدین، یعنی اینکه من میخوام به صورت مشخص اطراف رو نگاه کنم ببینم چه خبره، اما همه اینها به حالت پسیو هم دارن اتفاق میافتن، یعنی همینجور که شما توی اتاقی وایسادین دارین یک سری چیزها رو احساس میکنید. در واقع شما نیازی نیست خیلی نگرانش باشید. دی ام شماست که حواسش به این عددا هست که اگر اتفاقی افتاد به شما بگه که فلانی که پسیو پرسپشن بالایی داری چنین صدایی رو داری میشنوی. صفحه بعدی توی کاراکتر شیتی که ما به شما میدیم شامل 2 تا بخش اصلی میشه. بخش اول بخشیه که داره بک استوری کاراکتر شما یا داستان زندگیش رو به شما معرفی میکنه. در کنار اون یه بخش دیگه‌ای هست که یک سری از توانایی‌های ویژه شخصیت شما اونجا اومده. ممکنه برای بعضی‌ها اونجا خالی باشه و بعضی‌ها هم یک سری اطلاعات ویژه‌ای توش نوشته شده باشه. پایین اون یه باکس دیگه هست که با عنوان اکویپمنت یا تجهیزات مشخص شده. شما اینجا میتونید نگاه کنید ببینید که چه ابزارها و تجهیزاتی رو همراه خودتون دارید و اگر از این به بعد چیز جدیدی هم پیدا کردید میتونید اینجا اضافه بکنید. صفحه آخر مجموعه‌ای از وردها رو به شما نشون میده، اینکه کاراکتر شما از چه وردهایی میتونه استفاده بکنه. اول از همه اگر بالای کاراکتر شیت رو نگاه بکنید 3 تا ویژگی مهم نوشته شده. اولی اسپل کاستینگ ابیلیتیه که در واقع به شما میگه که کاراکتر شما جادوش رو بر اساس کدوم تواناییش داره کست میکنه، بر اساس ویزدم، اینتلیجنس یا کاریزما. کنار اون اسپل سیوینگ دی سی رو دارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما روی کسی وردی رو اجرا بکنید اون میتونه سعی کنه خودش رو در برابر اون ورد نجات بده و برای این کار یک تاس میریزه. حالا عددی که روی تاسش میاره باید برابر یا بیشتر از اسپل سیو دی سی شما باشه تا بتونه خودش رو نجات بده. آخرین مورد هم اسپل اتک بونوسه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی لازمه که شما برای اجرای وردتون هدفگیری بکنید و سعی کنید به هدف بزنید. برای این کار شما یه D20 میریزید و این اسپل اتک بونوستون رو بهش اضافه میکنید تا ببینید به آرمور کلاس طرف مقابلتون میخوره یا نه. در ادامه هم شما مجموعه‌ای از وردها رو دارید که بر اساس لولشون تعیین میشن. اولین لول کنتریپ هاست. کنتریپ ها در واقع لول 0 اونهایی که مهارت زیادی نمیخوان و شما میتونین به تعداد بی‌نهایت ازشون استفاده بکنید. اسپل های لول دار قدرت بیشتری دارن اما محدودیت هم دارن. یعنی اینکه تعداد دفعاتی که میتونین شما از اسپل لول 1 استفاده بکنید توی یک روز محدوده. اگر جلوی ورد هاتون رو نگاه بکنید چند تا ستون دیگه هست که داره اطلاعات بیشتری در مورد اون اسپل به شما میده. مثلا بهتون میگه که اجرای این اسپل یه اکشنه یا یک بونوس اکشن، یا اینکه شما باید چقدر با حریفتون فاصله داشته باشین تا بتونین این ورد رو روش اجرا بکنید، یا مثلا شما باید اتک رول بریزید یا اون در برابر ورد شما سیوینگ ترو بریزه. و نهایتا اگر دقت بکنید یه بخشی هست که بهتون توضیح میده اگر قرار این ورد به کسی صدمه بزنه من این صدمه رو چطور محاسبه بکنم، یا اینکه اگر قراره به یار خودم هیل بدم این هیل رو چطور باید محاسبه بکنم. این بود یک سری توضیحات اجمالی در مورد کاراکتر شیت. اگر در مورد جزئیاتش بیشتر میخواین بدونید ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید.